بریم با هم اکبر جوجه رو آماده کنیم. اول از 24 ساعت قبل آب نمک درست میکنم. مرغا رو که بهتره جوجه باشه و زیر 1 کیلو و رونش هم باشه میچینم. منتها من نداشتم، مرغ معمولی گذاشتم، همشو گذاشتم. بعد 24 ساعت در میاریم، توی پارچه خشک میکنیم. روغن رو میذاریم با حرارت زیاد و مقدار زیاد. اول جوجه ها رو میندازیم توش تا با حرارت زیاد فقط یه مقداری سرخ بشه. بعد که سرخ شد پشت رو کردیم، به حرارت رو کم میکنیم. کره حالا زعفرونی من انداختم میذاریم، یه مقدار زعفرون دم کرده هم نیست، حرارت هم کمه ولی این مقدار روغن و کره است دیگه. میذاریم تا با همین حرارت حسابی سرخ و مغز پخت بشه. برای سسش هم گردو، نمک، رب انار، یک کمی شکر، همینطوری با هم یه کوچولو تفت میدیم و میذاریم روی مرغ سرخ شدهمون که حسابی هم مغز پخت شده. آخه حدود 1.5 ساعت با شعله کم تو روغن پخت.